پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین قانون درباره بیکار کردن سازشنامه تامین نفقه به کارمندان حربی و اهل اویله‌های آنها و سقراط دولتی حربیان از کشورهای اسنگی را امضا کرد. سازشنامه درباره تامین نفقه مرزبانان از کشورهای اسنگی و اهل اویله آنها نیز بیکار کرده شده است. در این باره روز 3 اپریل سال 2023 با تکیه به سامانه رسمی معلومات حقوقی روسیه خبرگزاری روسیه اینترفاکس خبر داد. در شرح این قانون گفته می شود که بر اساس این سازشنامه های 15 ماه سال 1992 از طرف روسیه، آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولدو و تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین امضا شده. روسیه تا کنون به افسرانی که در این کشورها به نفقه می برآمدند و میخواستند که از روسیه نفقه بگیرند پول نفقه میداد. از این امتیاز حربیان زیادی از تاجیکستان نیز استفاده می بردند و هزاران افسر تاجیک بعد به نفقه رفتن به روسیه رفته برای خود نفقه روسی درست میکردند، چون که حجم نفقه در روسیه نظر به تاجیکستان خیلی زیادتر است. در شرح قانون گفته شده است که نفقه اون حربیان از کشورهای اسنگی که تا لغو سازشنامه نفقه خود را درست کردند بازبینی نمی شود و روسیه همچنان نفقه آنها را پرداخت خواهد کرد. در شرح قانون گفته می شود که روسیه در حال حاضر عملا تامین نفقه حربیان کشورهای خارجی را به دوش خود گرفته است. بنا به این شرح از بس که سازشنامه های 15 ماه سال 1992 در نوبت اول به حمایت حقوق حربیان SSSR به نفقه دخل داشت، طی بیش از 30 سال گذشته در کشورهای اسنگی نظام‌های ملی تامین نفقه الکی تهیه شده و شکل گرفته است و دیگر نیاز به حفظ آن قراردادهای 30 سال پیش باقی نمانده است. قراردادهای 15 ماه سال 1992 وظیفه خود را در دوره گذشته الکی اجرا کردند. تاکید شده است در شرح مقامات روسیه.